10 سال دیگه اتاق خوابا این شکلی میشن. قبلا اینجوری بود که یک کمد چوبی میچسبوندن به دیوار و تختو میذاشتن وسط اتاق. واقعیت اینه که یک کمد چوبی هیچ وقت جواب اون حجم لباس رو نمیده. کاربری اتاقم خیلی محدود بود. حالا یه جور دیگه تصورش کن. اول چند تا پایه عمودی به دیوار وصل می‌کنی. بعد روش قفسه و رگال فلزی قابل تنظیم میذاری. ارتفاعش رو هم هر وقت بخوای تغییر میدی. پالتوهای بلند و کاپشن و باقی لباسا هم مرتب آویزون میشن. یه گوشه اتاق با پرده سفید نیمه شفاف جدا می‌کنی. یه شلف باز طراحی می‌کنه که کیفاتون بالا دیده بشن و چمدونه بزرگ پایینش جا بگیره. بعد میز آرایش شناور، لوازم آرایش دستبندی شده رو تو کشوها جا میدی و یه آینه مخفی زیر سطح کار قرار میدی. بازش می‌کنی میشه میز آرایش، میبندیش میشه میز کار روزمره. واسه تخت یه سازه درست می‌کنی. روشو با پنل میپوشونی و کف تخت حرفه‌ای هم میذاری روش. این تخت حس دنج و آروم عجیبی میده. پای تخت یه فضای ذخیره‌سازی دردار رو به بالا طراحی می‌کنی. واسه یه سری وسایل حجیمی که ازشون کم استفاده میشه. کفو با یه فرش میپوشونی و یه سطح میذاری گوشه اتاق و یه فضای استراحت کوچیک میسازی. کنار پنجره یه ردیف کمد طراحی می‌کنی واسه لباسای فصلی و رو تختیا. روی تختو هم صاف پنل میذاری. کلید و پریز هم کنار تخت قرار میدی. سطحش حتی میتونه نقش میز چای رو داشته باشه و با تاقچه پنجره یکی بشه. پرده ها فضا رو کاملا دنج میکنن. یه کشوی کوچیک کنار تخت و یه قالیچه جمع و جور گرما رو به این فضای نقلی اضافه میکنه. میبینی که همه چیز هوشمندانه، زیبا و کنار هم